اگه میخوای توی کانادا بیزنس خودت رو بندازی و نمیدونی باید از کجا شروع کنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام دوستان، امیر هستم از مونتریال کانادا. خوش اومدین به اولین ویدیو از یوتیوب چنل من. توی این چنل میخوایم راجع به فیلمسازی، عکاسی و کلا کارهای کریتیو صحبت کنیم. قراره یه سری حالا تیپ و نکات مخصوص فیلم برداری با موبایل، عکس برداری با موبایل بهتون بگم، با دوربینای حرفه‌ای بهتون بگم. اگه میخواین این کارو شروع کنین چه دوربینی خوبه بخرین، بخش بیزنسش رو میخوایم با هم صحبت کنیم و کلی موضوعات جالب دیگه مربوط به حیطه مدیا. پس اگه این چیزیه که دوست دارین حتما این چنل رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو تا آخر ببینین. خب اول از همه چی میخوام یه بک‌گراند راجع به خودم بدم. من امیر هستم، 27 سالمه. رشته مهندسی شیمی خوندم ایران دانشگاه تهران و اومدم اینجا و چون علاقه به حیطه مدیا و عکس برداری و فیلم برداری داشتم، بیزنس خودم رو انداختم و یه مدیا ایجنسی درست کردیم حدود 5 سال پیش و با کلی فستیوال بزرگ توی کانادا و مونترال و کلی کنسرت خوب و خفن رفتیم و با کلی آرتیست و برند و کمپانی‌های مختلف کار کردیم. حالا میخوام توی این چنل یه سری از تجربیاتی که توی این راه به دست آوردم رو بهتون بگم. خب اول از همه خیلی از دوستان بهم پیام دادن، گفتن که ما میخوام یه بیزنس توی کانادا شروع کنیم. حالا این میتونه عکاسی باشه، فیلم برداری باشه، نقاشی، کلا کارهای کریتیو و نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. اولین چیزی که من میخوام راجع به این کار بدون توضیح بدم، خیلی مهمه که بخش بیزنسش رو بدونین و ندونسته واردش نشین. توی این ویدیو میخوام بگم که شما اگه یه ایده‌ای دارین و یه اسکیلی رو بلدین، چجوری میتونین اینو ازش پول در بیارین. اولین نکته اینه که شما باید یه بیزنس پلن داشته باشین و همه چیزهایی که میخواین و اون نوع مشتری که میخواین جذب کنین و کل کارهایی که میخواین انجام بدین رو توش بنویسین و یه برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدت بکنین. برای اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه، من اون قسمت رو راجبش صحبت نمی‌کنم. از این صحبت می‌کنیم که شما حالا ایده رو دارین و می‌خواین براش بیزنس پلنتون رو نوشتین، اون شرکتی که می‌خواین حالا یا ثبت کنین یا نکنین به هر روشی، اونم همه چیشو آماده توی ذهن دارین. اولین نکته اینه که یه اسم و یه لوگوی مناسب واسش انتخاب کنین. خب خیلی از اسما رو من میبینم که مثلا دوستانی که از ایران میان یه اسمایی واسه بیزنسشون انتخاب میکنن اینجا که خیلی سخته تلفظش واسه مثلا کانادایی‌ها و این خیلی نکته مهمیه که اسمی که انتخاب میکنین اسمی باشه که اینجا مردم بتونن تلفظ کنن، توی ذهنشون داشته باشن و حتی یکم خاص باشه و یه جورایی اون اسم باید اسم و لوگوی شما و اسم شما بعد اون برندتون رو نمایش بده، پرزنت بکنه. مثلا اگه کار عکس برداری انجام میدین یا فیلم پروداکشن یا تولید ویدیو یا تولید محتوا، داشتن یه دوربین توی لوگوتون یا داشتن چیزی که مربوط به این بخش عکاسی و فیلم برداری باشه خیلی میتونه کمک کنه. یه سری وبسایت ها هستن مثل کانوا که شما میتونین برین اونجا لوگو طراحی کنین و یه سری حالا ویژگی‌هاشون پولیه ولی برای شروع 1 یا 2 ماه رایگان بهتون میدن. حالا باز میتونین چک کنین وبسایت کانوا رو ببینین چطوریه و یه سری وبسایت دیگه هم الان هست که با AI تولید لوگو میکنن براتون. یعنی شما اسمو میدین و اون صنعتی که میخواین توشون کار کنی هم بهشون میگین و این برات یه دونه لوگو میسازه. پس اسم و لوگوی مناسب خیلی مهمه تو اولین قدم، برای اینکه این قراره که نمایش دهنده اون بیزنس و اون سرویس شما باشه. خب و اما میرسیم به مرحله دوم کار و اون چیه؟ اینه که شما باید یه پورتفولیوی خیلی مناسب و حرفه‌ای داشته باشید. این خیلی مهمه که شما کاری که نمایش میدین توی وبسایت یا توی اینستاگرامتون یا تو هر پلتفرم دیگه مثل لینکدین یا یوتیوب میذارین یا فیسبوک، بهترین کار شما باشه. شما با این کارا قراره اون مشتریایی که مد نظرتون تو فکر دارین رو جذب کنین. مثلا کی میخواد کار ودینگ انجام بده، خب باید مطمئنا کارهای ودینگش توی وبسایت یا اینستاگرامش بذاره بیشتر. یا یه نفر میخواد کار موزیک ویدیو انجام بده، باید بیشتر بره از آرتیست‌های مختلف موزیک ویدیو بگیره، فستیوال، کنسرت و بیشتر تو زمینه لایو ایونت و موزیک مثلا کار کنه. و همینطور برای رشته‌های دیگه، ورزشی یا پورتره. این خیلی مهمه که کاری که انجام میدین بهترین کارتون باشه. برای ساختن یه پورتفولیوی مناسب ممکنه شما توی اولین سال کارتون نتونین خیلی کارهای خوبی رو به دست بیارین. برای همین اوکیه که شما اگه برین و مثلا
فری کار کنین، رایگان انجام بدین کار اولتون رو. هیچ اشکالی نداره، من خودم این کارا رو کردم و خیلی از آدمای دیگه این کار کردن. چون شما باید یه اعتماد بسازین. اگه کار خوب نداشته باشین توی پورتفولیوتون، توی وبسایتتون، کسی نمیتونه به شما اعتماد کنه و بهترین راه برای جلب اعتماد مشتریتون اینه که یه کار خوب توی وبسایتتون یا توی پورتفولیوتون داشته باشین. وبسایت های مختلفی هم هستن که اگه بخواین یه دونه ویدیو جداگونه برای دومین و هاستینگ و ساختن وبسایت میتونم بذارم و اینو توضیح بدم. وبسایت های مثل ویکس، اسکوئرسپیس یا حتی گودادی، اینا wordpress.com هم هست. اینا در واقع پلتفرمایی هستن که خودشون میان به شما ارائه میدن یک در واقع بستری رو برای ساختن وبسایت. و این خیلی مهمه که اگه وبسایت میسازین، حالا اجباری نیست ولی من خودم اینو توصیه میکنم که یه ایمیل با اون دومینتون داشته باشین، مثلا info@arcfilmproductions.ca. این ایمیل حرفه‌ای به شما کمک میکنه که حالا تو قسمت بعدی که مارکتینگ کارو میخواین انجام بدین، بیاین و به برندها، به شرکت‌ها، به جاهای معروف، جاهایی که میتونین باشون کار کنین ایمیل بزنین و بهشون پیشنهاد همکاری بدین و این خیلی خیلی مرسومه تو این هیته. و اگه شما بخواین یک شهرتی رو به دست بیارین باید این کار رو حتما انجام بدین، ایمیل‌های مارکتینگ زدن. خب حالا میریم سراغ مرحله بعدی که همون مارکتینگ بود. من یکم راجبش تو قسمت قبلی گفتم. بعد اینکه شما یه پورتفولیوی خوب دارین، بعد اینکه کارهای خوبتون رو گذاشتین توی وبسایت و اینستاگرامتون، حرفه‌ای همه چی رو قشنگ برنامه‌ریزی کردین، گذاشتین، پست گذاشتین، حالا وقت اونه که برای این کانتنتی که دارین و برای این سرویس و این اسکیلی که دارین بیاین مارکتینگ انجام بدین. مارکتینگ دو نوعه. قبلا که حالا روش کلاسیک تورش بود، نتورکینگ ایونت هایی که حالا میرفتن برای کانکشن ساختن. شما میرفتین یه جایی مثلا کریر فیر دانشگاه ها، کلا توی شهرها خیلی ایونت هایی هست که واسه نتورکینگ هست و شما میرفتین صاحبان بیزنس های مختلف رو میدیدین، باشون صحبت میکردین، اسکیلتون رو توضیح میدادین، اگه حالا یه بیزنس کارت هم داشتین بهشون نشون میدادین و میگفتین که اگه بخواین میتونین مثلا روی کمک من حساب کنین، براتون ویدیو یا عکاسی کنم و حالا ویدیو درست کنین، عکاسی کنین یا بالاخره سرویس های مختلف وبسایت بسازین. ولی الان خیلی دیجیتال مارکتینگ بیشتر رایجه نسبت به بقیه نوعای مارکتینگ و اونم به خاطر اینه که بعد اینکه کرونا اومد و همه چی آنلاین شد، مردم بیشتر کانتنت و بیشتر کاراشون رو روی اینستاگرام یا توی حالا همون در واقع موبایلشون انجام میدن، رو اینترنت. و وقتی که شما یه تبلیغ رو اینترنت میبینین خیلی راحت تره، هم انجام دادن اون تبلیغ راحت تره و هم آدمای زیادتری قراره اون تبلیغتون رو ببینن تا اینکه شما برین مثلا یه فلایر یا یه بنر پخش کنین توی خیابون. دیجیتال مارکتینگ مثلا میتونید شما از طریق گوگل ادز، از طریق فیسبوک ادز، اینستاگرام ادز، یوتیوب ادز، اینا میشن دیجیتال مارکتینگ. خیلی مهمه که راجع به اینا برین بخونین، تحقیق کنین، حالا اون قیمتی که باید به اون وبسایت ها یا به اون سرویس پرووایدرها بدین تا اون اینستاگرام شما رو مثلا یا وبسایت شما رو پروموت کنن، اینا رو برین در بیارین. در واقع دیجیتال مارکتینگ خیلی خیلی هیته وسیعیه. مثلا اینکه چجوری هشتگ بزنین، چیکار کنین، SEO خودشون دارن، سرچ انجین اپتیمایزیشن دارن که خیلی مهمه اینو بدونین و لزومی نداره که شما همه اینا رو کامل بدونین، ولی خیلی مهمه که شما بدونین یکم از هر کدومشون بدونین. برای همین مثلا اگه آدمی پیدا کردین که مثلا توی زمینه دیجیتال مارکتینگ فکر می‌کنین کارش خوبه، خیلی مهمه که اینوست کنین، سرمایه‌گذاری کنین و بهش پول بدین که بیاد حالا این وبسایت و اینستاگرام شما رو پروموت کنه. مارکتینگ بخش مهمیه واقعا، چون اگه شما اسکیل خوبی داشته باشین، پورتفولیو خوبی داشته باشین ولی مارکتینگ نکنین، واقعا کارتون دیده نمیشه. من خیلی از آدما رو اینجا دیدم که خیلی 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 تالنتد بودن، خیلی آدمای با استعدادی بودن ولی واقعا به اون چیزی که حقشون بوده نرسیدن به خاطر اینکه مارکتینگ درستی واسه کارشون انجام ندادن. پس این مارکتینگ رو جدی بگیرید. و اما میرسیم به قسمت آخر و اونم فروشه. فروش خیلی مهمه توی این پروسه. حالا شما یه اسکیل دارین یا یه سرویس دارین که میخواین هدف آخرتون اینه که اینو بفروشین و از طریقش پول در بیارین. وقتی که مرحله فروش میرسین، وقتی که وبسایتتون رو درست کردین، اسم و لوگوتون رو از قبل آماده کرده بودین، حالا یه پورتفولیو ساختین و مارکتینگ انجام دادین، به شما ایمیل و مسیج میاد که ما میخوایم با شما کار کنیم. حالا مرحله بعدی که مرحله فروش چجوریه؟ خب این خیلی مهمه که از همون اول کارتون یک
قرارداد حرفه‌ای آماده داشته باشین و با هر کسی که میخواین کار کنین این قرارداد رو نشون بدین. حتما توی گوگل سرچ کنین قرارداد واسه اون نوع کاری که شما میخواین انجام بدین هست، یه سری تمپلیت ها، اینا رو برین در بیارین و متناسب با اون چیزی که خودتون میخواین انجام بدین تغییرشون بدین. با هر کلاینت و هر مشتری که خواستین کار کنین این قرارداد رو بهشون نشون میدین و بهشون میگیم مثلا ما دپوزیت اینقدر میگیریم، اینجوریه کارمون، به این روند نحوه تحویل اون در واقع محصول نهاییمون به این شکله. اینا همه رو انجام میدین برای اینکه این تجربه برای خودتون اذیت کننده نباشه و یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد. ما میگیم این قرارداد رو بنویسین، چون اینجا خیلی حرفا رو میزنین و مشتری مثلا حساب میکنه روش، ولی بعدش که میخواین کارو تحویل بدین میگن مثلا اون چیزی که گفتین داخل این محصول نهایی که به من دادین نبوده. برای همین کانترکت یا قرارداد این موقع به درد میخوره که شما هر چیزی که میخواین تحویل بدین رو بنویسین و دو طرف روش توافق کنن و حالا داشتن ایمیل هم باعث میشه که شما بتونین راحت رد و بدل کنین هر چیزی که هست بین خودتون و مشتری. پس در مرحله فروش خیلی مهمه که خیلی واضح صحبت کنین و اگه چیزی هست به زبون بیارین حتما، چون که این بعدش قراره که حالا این مشتری که با شما کار میکنه بره بعداً و اسم شما رو توصیه کنه بقیه دوستاش، فامیلاش و این خیلی مهمه که شما یه شهرت خوبی بسازین و با مشتری‌ها خوب برخورد کنین. من همیشه حتی میگم که بیشتر از اون چیزی که قراره تحویل مشتری بدین که خوشحال باشه از کاری که با شما میکنه. میدونم که یکم ممکنه زمان برتر باشه، سخت‌تر باشه، ولی به نظرم خیلی میارزه که بیشتر از اون چیزی که توافق کردین بهشون تحویل بدین، چون که حتی 2 یا 3 تا یه دونه مشتری از اون کسی که باش کار میکنیم برسه به نظرم ارزش این کار رو داره. خب رسیدیم به آخر ویدیو. ممنون که این ویدیو رو دیدین. اگه نظر یا پیشنهادی دارین حتما با هم در میون بذارین. این حرف زدن جلوی دوربین خیلی چیز راحتی واسم نیست، ولی خب با خودم تصمیم گرفتم امسال که بیام و از اون حاشیه امنیتی که داشتم بیام بیرون صحبت کنم و تجربیاتمو باهاتون در میون بذارم و اگه این بتونه به یه نفرم شده کمک کنه این منو خوشحال میکنه. پس شما با لایک ها و کامنت ها و سابسکرایبتون انرژی بدین. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.